وقتی ساعت ندارم چطور بفهمم تو زون 2 هستم یا نزدیک آستانه؟ خیلیا فکر میکنن بدون ساعت یا ضربان سنج تمرین علمی ممکن نیست. اما جالبه بدونی قبل از اینکه ساعت‌های هوشمند وجود داشته باشن، دونده‌های حرفه‌ای دقیقاً میدونستن که تو چه زونی دارن تمرین میکنن. زون تمرینی فقط یه عدد روی ساعت نیست، یه پاسخ فیزیولوژیک بدنه. دو تا از زون‌هایی که خیلی با هم قاطی میشن، زون 2 و آستانه است. زون 2 میشه شدت پایین هوازی و آستانه جاییه که لاکتات سریعتر جمع میشه. علم تمرین نشون داده که بدن این دو زون رو با علائم کاملا متفاوت نشون میده، حتی بدون ابزار. یکی از معتبرترین روش‌های بدون ساعت روش صحبت کردنه، تست صحبت کردن. اگه میتونی جمله رو کامل بگی، مثل الان که من دارم حرف میزنم و نفست قطع نمیشه، خب احتمالا توی زون 2 هستی. اما اگه فقط چند جمله میگی و حرف زدنت قطع میشه و نفس کشیدنت میشه به این حالت جمله گفتنت میشه فقط چند جمله کوتاه، در این حالت باید بهت بگم که احساس میکنی که دیگه نمیتونی ادامه بدی و خسته شدی و وارد آستانه داری میشی. همونطور که گفتم در زون 2 تنفس کاملا کنترل پذیره، اما در محدوده آستانه تنفس سریع و غیر ارادیه. اما میخوام یه قانون خیلی ساده بهت یاد بدم. اگه مجبور شدی دهنت رو دائم باز نگه داری تا نفس بکشی، بدون که توی زون 2 دیگه کار نمی کنی و خداحافظ زون 2، رفتید بر محدوده آستانه. درک فشار یا مقیاس RPE هم ابزار بسیار مهمیه. در زون 2 درک فشارت از 10 حدود 3 تا 4 و در زون آستانه درک فشارت بین 6 تا 7 از 10. تحقیقات نشون داده RPE با ضربان قلب و لاکتات همبستگی قوی داره، حتی در دوندگان الیت. پس بدون ساعت هم میتونی علمی تمرین کنی. حرف زدن، تنفس، حس فشار. به اینا توجه کن، تمرینت کاملا علمی میشه. ابزار کمک میکنه، اما بدن دقیق ترین سنسوره، به شرطی که بلد باشی بهش گوش بدی. موفق باشی.